Yo. این خیابونای لعنتی این مردو کردی کل خر شب تا صبح میکنه زندگیشو دست به سرش اما خب توقع زیاد داره عب به سر نداشتش برامو یاد گرفته عب بده این خیابونای لعنتی این مردو کردی کل خر شب تا صبح میکنه زندگی رو دست به سرش اما خب توقع زیاد داره عب به سر نداشتش برامو یاد گرفته عب به در شب با سر میزنه به آسمون میبینی یکی گیره هیچ و پوچی یکی اضاف مونده واسه نون این آسمون واسه هر کی ستاره داره این شب زوزا کماکان ادامه داره گفتم من حتمه یه عضویم همه بنی آدم دید همه دارن در هم میمالن دید اکلی که خوش بدبخت دلش چی همینا دلیل شد کم حرف شد خیلی همینا دلیل شد بگیر قلمو تو دستاش را بره قبل از اینکه دنیا بگیری زور از پاش لحظه لحظه میشه بیشتر سینه چاک اون حتی رپشو میزن فریاد زیر خاک برای قلبش و روحش و باوراش زندمون حتی اگه خواستن نظرم باوراش غرور ترس و گینه تو قلبش رفت وقتی تمام خاطرات تلخ و دفنش کرد برای قلبش و روحش و باوراش زندمون حتی اگه خواستن نظرم باوراش غرور ترس و گینه تو قلبش رفت وقتی تمام خاطرات تلخ سر صبح یه نخ سیگار تا چشما باز شد روی میز تیکت با پول نقد و پاسپورت یه کبریت یه بنزین یه رویا یه خونه یه پول خاطره که باید جا بمونه این یعنی رفتن پوشیدن امروز تا ساختن فردا سوزوندن دیروز طرف نشو بیکس ببین طرف یه جا دیگه است اینا دستیس بازی است ببین تلافیاش هست بر آیه اول از مفهوم آزادی آزادی مبعوث تو واژه آزادی دوتا دستم پوچن گل تو مغزمه تک دوست کشاورز جنس مزرعه په واسه مرزوی بومبست نکن چو گنبد من ساخت گل دستتو عزیزم من هسته شکافتم هم مفیدم هم بمبم اتم برای قلبش و روحش و باوراش زندمون حتی اگه خواستن ازم را براش غرور ترس گینه تو قلبش رفت وقتی تموم خاطرات تلخ و دفنش کرد برای قلبش و روحش و باوراش زندمون حتی اگه خواستن ازم را براش غرور ترس گینه تو قلبش رفت وقتی تموم خاطرات تلخ و دفنش کرد G DJ Zana Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yo, after party, man. RS, yo. Come on. Mladi reper z umetniškim imenom Nađi se je znašel v slovenski prestolnici, potem ko je s svojimi družbeno-kritičnimi pesmimi stopil na žulj politikom v rodnem Iranu in bil prisiljen bežati. V Ljubljani najraje počne, kar je počel že doma, repa in sklada nove komade, s katerimi še vedno navdušuje 100.000 iranskih fanov. Po nekaj mesečnem bivanju v Sloveniji je Nađi postal tudi prepoznavni obraz domače hip-hop scene, sodeluje z lokalnimi reperji in producenti ter vnaša svoj edinstveni glas. Potem, ko ga lahko vidite 12. novembra v soboto v Rogu v novem placu Second Home, se Nađi oglasi v torek 15. novembra okoli 10. zjutraj na afterpartiju Radia Študent.